رسانه‌های اجتماعی، تلویزیون و موسیقی سراسر مغز ما رو برنامه‌ریزی کردن تا جایی که مردا دیگه هیچ کنترلی روی زندگی ندارن و از نظر جنسی ضعیف هستن. میخوام رمزی برای باز کردن قفل ارتباط با زنان با پول و غیره بهتون بگم که آخرین مورد کنجکاو کننده ترینش هست. ذهن زنان از نظر بیولوژیکی طوری طراحی شده تا دنبال مردی بگرده که بقای اون و فرزندش رو تضمین میکنه. اگر این مرد نتونه این کارو بکنه و زن مجبور باشه خودش رهبری زندگی رو به دست بگیره، اون مرد به طور خودکار حذف میشه. بعضی حتی نمیتونن با زنها صحبت کنن چون اعتماد به نفسشون از بین رفته. بنابراین برای شروع اول باید از ترک پورن شروع کنیم. کسایی که پورن مصرف میکنن میل جنسی کمتر و رضایت جنسی کمتری دارن. شما اهمیت ترک پورن رو درک نمیکنید، اما میدونید که به این سادگی هم نیست. چیزهای خاصی شما رو به سایت‌های پورن هدایت می‌کنه. می‌خوایم جلوی اونها رو بگیریم. پیدا کردن یک نفر برای شریک عاطفی در دنیای واقعی حدود چند وقت زمان میبره و از هر 3 مرد یک نفر رابطه جنسی نداره. اما از طرف دیگه پورن ها و سایت‌های دوستیابی به طور وحشتناکی رشد می‌کنن. اگر میانگین زمان مصرف شده توی پورن در روز 10 دقیقه باشه که ضرب در تعداد روزهای سال بشه، 3650 دقیقه معادل 60 ساعت یا 2 روز و نیمه. چون از هر 3 نفر شما یک نفر رابطه جنسی نداره، بنابراین روزی چند ساعت توی پورن ها وقت میگذرونید. وقتی توی پورن زنها رو ساعت‌ها تعقیب میکنید و هیچ نتیجه‌ای ندارید، انگیزه خودتون رو نابود میکنید. اما راه حل چیه؟ یه سرگرمی جدید، یه علاقه جدید، یه کار جدید برای شروع پیدا کنید. از گوشه اتاق بیایید بیرون. شاید باور نکنید، اما اگر آدم اجتماعی باشید و با مردم در ارتباط باشید، رغبت شما به خود ارضایی کم میشه. برید یه چیز جدید یاد بگیرید. مثلا یاد بگیرید از اینستاگرام درآمد داشته باشید. و اگر این کارها رو کردید، در پایان سال هم پول بیشتری دارید و هم شادتر هستید. مثلا کافیه در روز حدود 45 دقیقه وقت بذارید که برای یک ماهتون کافیه و میتونید به یک مهارت جدید دست پیدا کنید. به جای اینکه 10 ماه وقت صرف تعقیب زنان با نتیجه 0 بذارید، 10 ماه توسعه 10 مجموعه مهارت یا اشتیاق مختلف که شما رو به مردی قوی‌تر و جذابتر تبدیل میکنه و همچنین پولدارتر میکنه بذارید. ماه اول شما میتونید یک زبان جدید یاد بگیرید. ماه دوم ادیت و کار گرافیکی یاد بگیرید. میتونید یاد بگیرید چطور مذاکره کنید و بفروشید. یک کانال یوتیوب بزنید. به همتون قول میدم در پایان سال هم پول بیشتری دارید و هم احساس شادی بیشتر. شما هر بار که انزال میکنید انرژی مردانه خودتون رو تخلیه میکنید. هنگام انزال بدن شما چیزی رو ترشح میکنه که بدن شما رو در حالت آرامش قرار میده و به همین دلیل خسته میشید. این اتفاق میفته که شما از رابطه جنسی احساس رضایت داشته باشید. با انجام این کار یعنی خودارضایی نه تنها خسته میشید، بلکه انگیزه برای بهتر شدن و جذابتر شدن برای دختری که واقعا میخواید رو از بین میبرید. چرا؟ چون قبلا رضایت جنسی رو تجربه کردید و از نظر جنسی راضی هستید. بچه‌ها، مردم اکثرا توی پورن هاب نمیچرخند، بلکه توی اینستاگرام و بقیه سوشال هم دنبال پورن هست و در نهایت زمان زیادی تو روز که در اختیار داشتن رو چون کاری انجام ندادن از بین میبرن و بی‌انگیزه و افسرده میشن و بعد توی اون سایت ها میرن تا دنبال دختری بگردن که کاری انجام میده که تحریکشون میکنه و وقتی اونو پیدا کردن کار تمومه. دقت کنید، باید مشکل رو از منبعش حل کنید. شاید متوجه نمیشید، اما هر عکس یا ویدیویی که شما رو تحریک جنسی میکنه پورنوگرافی محسوب میشه. وقتی از نظر جنسی منضبط شدید، برید دختری که میخواید رو به دست بیارید. حالا به عنوان یه مرد که به یه مرد با استاندارد بالا تبدیل شدید، دیگه به هر چیزی که زن میخواد تسلیم نمیشید. الان کنترل دارید و حالا زمانی است که جذاب شدید، چون زنها عادت دارن هر کاری که مردها میخوان رو انجام بدن. میخوام چند تا ترفند برای ترک همینجا بهتون بگم. باشگاه برید و سخت ورزش کنید. اما چرا؟ ورزش بیش از حد شدید میل جنسی شما رو کم میکنه. ورزش حتی اعتماد به نفس شما رو افزایش میده. موزیک هایی که گوش میدید رو تغییر بدید و جایگزین اونها از آموزش های رشد فردی، پادکست ها و کتاب های با حجم کم استفاده کنید. کتاب های صوتی هم گزینه‌های خوبی است. مطالعاتی وجود داره که ثابت میکنه بین موسیقی و کنترل اعمال شما به ویژه در زمینه جنسی رابطه مستقیمی وجود داره. اما حالا میخوایم راز اعتیاد آلود بودن پورنوگرافی رو بدونیم. وقتی شما غذا میخورید یه مقدار دوپامین نرمال ترشح میشه. وقتی سیگار بکشید دوپامین 150% بیشتر از حد طبیعی افزایش پیدا میکنه. دوپامین زمان رابطه جنسی 200% بیشتر از حد طبیعی ترشح میشه و وقتی کوکائین مصرف کنید 250% بیشتر از حد طبیعی افزایش پیدا میکنه. اما مشکل پورن اینه که سطح دوپامین شما رو 200% بیشتر از حد طبیعی افزایش میده، درست مثل رابطه جنسی، اما برخلاف سکس شما رو برای مدت طولانی تری در سطح بالایی از دوپامین نگه میداره. و این چالش شماست. تو ویدیو بعدی هم قصد داریم راه حل هایی رو برای ترک خودارضایی به شما ارائه کنیم.